سلام به همه آرمی های کیوت خودم. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید لبخند روی لبای قشنگتون باشه. خب بچه‌ها، ویدیوی امروز راجع به کارهاییه که اگر یک دختر برای اعضا انجام بده برای اونها جالب و کیوته. و از همینجا بهتون بگم که این ویدیو به شدت غیر قابل پیش بینیه و زمانی که من خودم داشتم راجبش سرچ میکردم دیدم که اصلا یه چیزایی اعضا گفتن که حسابی کرکوپر ریزونه. خلاصه که وقت رو بیشتر از این طرف نمی کنم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لطفاً اون رو لایک کنید و اگر از این سبک از محتوا راجع به اعضا خوشتون میاد حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. یه دنیا ممنون. خب بزن بریم سراغ نظر اعضا. خب گایز، نفر اول جینه که گفته چیزی که راجع به دخترها من رو به وجد در میاره دستپختشون و چشمهاشون هست که خب من دستپختشون رو درک میکنم، ولی چشم دیگه چه فرقی داره؟ خلاصه که نمیدونم، شاید واقعا چشمای دخترها فرق داره و جذابه. خب کیوتا، نفر بعدی شوگاست که به گفته خودش زمانی که یک دختر به اون یک ماساژ ویژه گردن بده براش جالب و جذابه و از این حرکت زمانی که خسته است خیلی خوشش میاد. چی بگم والا، همینجور که ماها خاروندن کمر رو دوست داریم داداشمون شوگا هم ماساژ گردن رو دوست داره. نمیدونم چه ربطی داشت، ولی خب بگذاریم دیگه. بزن بریم سراغ نفر بعدی که کسی نیست جز نامجون که گفته یک چیزی که راجع به دخترها میتونه برام جذاب باشه حس شوخ طبیع اوناست و زمانی که یه دختر شیطونی و شوخی میکنه برام جالب و کیوته. اوه چقدر کیوت، به به. خدایی از این یه مورد خیلی خوشم اومد. خب کیوتا، نفر بعدی جیمینه که گفته وقتی خیلی خوابم میاد و خسته هستم دوست دارم که سرم رو روی شونش بذارم و استراحت کنم و همینطور که مشخصه این کار برای جیمین جالب و جذابه. خب گایز، نفر بعدی جیهوبه که گفته وقتی که دارم حرف میزنم اگر یه دختر با دقت کامل به حرفام گوش بده و شنونده خوبی باشه این کارش برام جذابه و حس مثبت خوبی بهم دست میده و کلا نشونه احترام گذاشتن به منه. نفر بعدی تهیونگه که گفته چیزی که راجع به دخترها برام جذابه اینه که برای کسایی که دوستشون دارن معمولا نیکنیمای کیوت انتخاب میکنن و این کارشون باحاله. ولی حالا که بدون شوخی دارم فکر میکنم میبینم خدایی حقیقت داره. اکثر ما اصولا برای کسایی که دوستشون داریم اسم مستعار یا نیکنیمای باحال انتخاب میکنیم و جالبه که تهیون چقدر عمیق به این موضوع فکر کرده. خب کیوتا، رسیدیم به نفر آخر که کسی نیست جز جونکوک که گفته وقتی که دخترها با شور و شوق راجع به چیزایی که دوستشون دارن صحبت میکنن واقعا قیافشون کیوت و جالب میشه. خب بچه‌ها، اینم از نظر اعضا و همونجور که گفتم حالا برای شما رو نمیدونم ولی واسه خودم همونجور که گفتم کاملا غیر قابل پیش بینی بود حرفایی که زده بودن و واسم جالب بودن و شما هم بگید ببینم چه کاری رو که پارتنرتون انجام بده از نظر شما کیوت و باحاله. خلاصه که حتما داخل کامنت ها بنویسید. خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و دوستش داشته باشید. عاشقتونم. مراقب زیبایی و سلامتیتون باشید و تا ویدیوی دیگه، بای بای.